موضوع امروز درسی ما این حجره است. پیش از همه علمی که حجره را می‌آموزد چی نام دارد؟ سیتولوژی. علم درباره حجره، علمی که حجره را می‌آموزد چی نام دارد؟ سیتولوژی. سیتو چی میشه؟ سیتو حجره، سیتو حجره، سیتو حجره. لوگیا باشه چی؟ علم. علم یعنی چی میگه؟ تعلیم. علمی که حجره را می‌آموزد سیتولوژی نام دارد. حجره را از سه جهت چی تصنیف میکنن؟ تصنیف حجره ببینید از روی ساختن، تصنیف از روی چی؟ از روی ساخت، از روی وظیفه، از روی شکل، از روی بودم میبرم از روی ساخت. ببینید که از روی ساخت حجره رو تصنیف میکنن، یعنی جدا میکنن با دو گروه: حجره پروکاریوتی، پروکاریوتی، حجره پروکاریوتی و حجره دوم حجره چی؟ حجره ایوکاریوتی. ببینید معنای پروکاریوت، معنای پرو میشه چی؟ تو. معنای پرو چی میشه؟ تو. کاریوت، کاریوت چی میشه؟ یادرو. کاریوت یا کاریون میگیم یادرو. یعنی تو یادرو شد، یعنی ارگانیسمایی که چی ندارن؟ یادرو ندارن. ارگانیسمایی که یادرو ندارن مثلا دارد جلد، سیتوپلازما و در اونها چی؟ یادرو دیده نمیشه. درستش هم جلد یادرویی دیده نمیشه. ترکیبات یادرو کردن دارد اما چی ندارن؟ جلد یادرو ندارن. برای پروکاریوت ارگانیسمای بی یادرو این چی میگم؟ ارگانیسمای تو یادرو یا بی یادرو با این داخل میشن باکتریاها. باکتریاها. باکتریاها چی میگن؟ باکتریاها پروکاریوت ها. و معنای ایوکاریوت، معنای ایو میشه چی؟ خوب یا اینکه پورا. پورا. کاریوت یا کاریون چی بود؟ یادرو. یعنی ارگانیسمایی که یادروی پورا دارن، یعنی یادروی پورا داشتگی، یادروی پورا داشتگی یا که یادروی خوب تشکل یافته داشته باشن، اینا چی میگن؟ ایوکاریوت. با ایوکاریوت چی داخل میشن؟ با ایوکاریوت داخل میشن عالم حیوانات، یعنی حیوانات. دوم عالم رستنی ها، یعنی رستنی ها، رستنی ها. سوم عالم زنبوروخ ها، زنبوروخ ها، زنبوروخ ها. فهمو؟ دیگر تصنیف حجره از روی وظیفه، از روی وظیفه جدا میشن با دو گروه ها. از روی وظیفه جدا میکنن، یعنی حجره های جنسی، حجره های جنسی. دوم این حجره های جسمی. ببینید حجره های جنسی و حجره های جسمی. حجره های جنسی کدام حجره؟ حجره های جنسی گفتگی. حجره های جنسی این نطفه در مرد نطفه در زنها باشه چی؟ تخم حجره. نطفه و تخم حجره با چی داخل میشن؟ با حجره های جنسی داخل میشن. و حجره های جنسی از حجره های جسمی چی فرق دارد؟ در ارگانیسم ما مثلا در مرد نطفه تنها حجره جنسی است. باقی مانده همه حجره‌های در بدن ما بودن، مثلا اریتروسیت، لیوکوسیت، ترومبوسیت، نورون، دیگر همه حجره‌ای که وجود دارن، همه اونها با حجره چی داخل میشن؟ جسمی. در زنها باشد تخم حجره جنسی. باقی مانده همه حجره‌ای که در ساختار ارگانیسم اونها اشتراک میکنن حجره چی میشن؟ حجره جسمی میباشن. و آنها از هم دیگر چی فرق دارن؟ آنها از هم دیگر از روی دسته خروموسوم، یعنی دسته خروموسومی که در داخل حجره، یعنی در داخل حجره یادرو جایگیر است و در داخل یادروی حجره های جنسی دسته خروموسومشون چی است؟ گاپلویدی است. گاپلویدی. آن گاپلویدی میگن چی؟ تاق. تاق. و بسیار آدم ها میگیم گاپلویدی تاق، بسیار آدم ها نمیفهم. مثلا در آدم مثال میبریم، در آدم حجره های جنسیش 46 تا خروموسوم دارد. 46 تا
ҳуҷарои ҷинсияш бошад 23. яъне дастаи маводи генетикии ҳуҷарои ҷинсӣ чанд то аст? 23 то. фаҳмо? 23 то дар одам, гап дар одам 23 то. аммо дастаи маводи генетикӣ дар ҳуҷарои ҷисмӣ бошад чанд то мебошад? 46 то ё ин ки чанд? 23 ҷуфт. 23 ҷуфт. ва ҳуҷарои ҷисмӣ ё ин ки чӣ мегӯянд? яъне диплоидӣ ҳастанд. Чӣ? диплоидӣ. диққат кунед, мо ҳамҷа яъне гаплоид, калимаи чӣ? Гаплоид то гуфтем. Гаплоид ва диплоидро таҳлил мекунем. Агар ҳар як хромосома агар ҷуфти худша дошта бошад, агар хромосома ҷуфт бошад, яъне ҳар як хромосома агар ҷуфти худро дошта бошад, ин хромосома, яъне ин дастаи маводи генетикиро диплоид мегӯянд. мисол берем, агар дар ҷуфти якум мо бибинед, ҷуфти якумда чанд то? ду то ё ин ки як ҷуфт, ду то хромосома аст. ду то хромосома дар ҷуфти дуюм инчунин ду то, дар ҷуфти сеюм ду то ҳам хел рафтан мегирад. яъне хромосомаро бибинед чӣ ҳастанд? дастаи маводи генетикӣ, яъне ҷуфт ҷойгиранд ва ҳар як хромосома ҷуфти худро дорад. агар бибинед ин як то агар аз кӣ бошад? аз падар, аз дигараш бошад аз кӣ? аз модар. яъне дар ҳуҷайраҳои бадани мо, ҳол агар ҳуҷайраҳои бадани моро назар кунем, агар масалан нейрон, таркиби нейронро мебинем чӣ дорад? ядро. ҷилд саплазма ядро, яъне ядро дорад. дар дохили ядро чӣ ҷойгир шудааст? ҳамин хромосома. дар ҳамин хромосоме ки дар дохили нейрон ҷойгир аст, 46 то дар яъне нейрон, дар ядрои нейрон 46 то хромосома, яъне 23 ҷуфт. ана ҳамин 23 тоаш аз падар, 23 тоаш аз модар якҷо мешавад. 23 то аз падар, 23 то аз модар якҷо шуда чӣ ҳосил мекунанд? дастаи маводи генетикӣ ҷуфт ҳосил мекунанд. вақте ки гаметогенез мешавад, дар мардҳо ва дар занҳо ҳуҷайраҳои ҷинсӣ ҳосил мешаванд. дар ин маврид дастаи маводи генетикӣ гаплоид аст. фаҳмо? аз ҳамин ҷуфт яке аз инҳо иштирок мекунад, яъне аз ҳар як ҷуфтое ки дар таркиби ҳуҷайраи мо ҷойгир шудааст, ҳам ҷуфтҳо ҳуҷайраҳои ҷисмӣ дар ҷойгир шудааст, яктои онҳо чӣ мекунад? иштирок мекунад. хулоса дар зан ва мард 23 тои хромосома ҷойгир, 23 то аз падар, 23 то аз модар якҷо мешавад. чӣ ҳосил мекунад? ҳамин 46 торо чӣ мекунад? ҳосил мекунад. хулоса маънои гаплоид, диплоид фаҳмо ба фикр кунед. диплоид ҳар як хромосома агар ҷуфти худро дошта бошад, ира чӣ мегӯянд? диплоид. агар ҳар як хромосома сетоги агар сетои агар аз ҳар як намуд хромосома агар сето бошад, дар ҷуфти якум шумо мебинед сето. вақте сетоги дида агар шумо мегӯед чӣ? яъне диплоид, не триплоид. агар маводое ки чандтои ҷойгир бошанд, чортоги ҷойгир бошанд, ира чӣ мегӯянд? тетраплоид. яъне триплоид, тетраплоид ҳангоми мутатсияҳо ин ҳодисаро мо чӣ мекунем? дида метавонем. хулоса ҳуҷайраҳои ҷинсӣ аз ҷисмӣ чӣ фарқ дорад? гуфта савол шуда. агар ҳуҷайраҳои ҷинсӣ аз ҷисмӣ чӣ фарқ дорад? аз рӯи дастаи маводи генетикии ҳуҷайраҳои ҷинсӣ гаплоиданд, ҳуҷайраҳои ҷисмӣ бошад чӣ? диплоид. масалан дар шимпанзе дастаи хромосомаш дар ҳуҷайраҳои ҷисмӣ, дар хромосомаи ҷисмӣ агар шумораш ҳисоб кунем 48 то мебошад. аз дастаи маводи ген дар ҳуҷайраҳои ҷинсияш бошад шимпанзера 24 то мебошад. бо фикр накунед ки яъне 46 куҷо шуд? 46 ин 6 ҷуфт асту ё ки 23 тоқ аст. ин ба адад вобастагӣ надорад. агар ҳар як хромосома ҷуфти хича дошта бошад, ҷуфти пара хича дошта бошад, агар чӣ мегӯянд? хромосомаҳои диплоидӣ, дастаи маводи генетикӣ диплоидӣ. баъд дигар аз рӯи чӣ? аз рӯи шакл. аз рӯи шакл ҷудо мекунанд. ба паренхимӣ ва прозенхимӣ. бибинед ки дар паренхимӣ дарозию бар қариб ки якхела аст. дарозию бар яъне лунда шакланд. шакланд ва чӣ? ба лунда монанд доранд.
و در پروزنخیم باشد اصلا شکلی چی را دارن؟ شکلی درازرویه دارن. فهمو پرنخیمی شکلن چی؟ لونده شکل، لونده شکل. و پروزنخیم باشد چی؟ دراز رویه. قسم دیگر موضوع ما این چی است؟ حجره. این قسم های حجره است. این قسم حجره دارد پلازمولما از سطح بیرون چی؟ پلازمولما، هیستوپلازما یادرو، یعنی پلازمو پلازمو این چی را میفهموند؟ پلازما یعنی مایع داخلی حجره. پلازمو مایع خیلی هیستوپلازما را. لما باشد لما چی میشه؟ پرده یا ممبران پلازمولما. پلازمولما این پرده حجره است. پلازمولما هم گفتیم پلازما این مایع، لما این پرده ای که این اطراف هیستوپلازما را یخته کرده است. باز میگن سیتولما، سیتو حجره، لما هم چیه؟ پرده ای که در چی جا؟ در حجره. پلازمولما، سیتولما، ممبرانا این چی؟ قسمتی یکمش. قسمت دویمش سیتو چی میشه گفتیم؟ حجره. سیتو حجره، سیتولوژی است که علم درباره حجره. پلازما باشد چی؟ مایع، یعنی مایع ترکیب حجره رو چی میگن؟ سیتوپلازما. یادرو باشد، یادرو همین یک چند سینونیم دارد، هم جواب گفتن گذاریم اگر سینونیم باشه میگن یادرو. یا این کلمه روسیه یادرو، تاجیکی خطی میشود هسته. باز میگن کاریون یونانی. باز میگن چی؟ نوکلیوس. هسته، کاریون، نوکلیوس، یادرو همه اینها چی میباشن؟ سینونیم میباشن. بعد در پلازمولما ما کدام ساختارها رو میگذاریم؟ یکم قسمت یا چی نام دارد؟ یکم ساختارش ممبرانه بیولوژی. ممبرانه بیولوژی. بعد دویم ساختارش، دویم قسمت ساختار ممبرانه بیولوژی. حالا ما در اصل هر وقتی که ممبرانه رو نشان بدیم با پورگی دیده میبریم. ممبرانه بیولوژی ساختار بالای ممبرانه داره با ساختار زیر ممبرانه. ممبرانه بیولوژی ساختارهای بالای ممبرانه، ساختارهای بالای ممبرانگی، یعنی ساختارهایی که در بالای ممبرانه جایگیر شده است. این اصلا چی؟ گلیکوکالیکس. در حیوان ها اصلا گلیکوکالیکس میباشند. سیوم ساختارهای زیر ممبرانه بیولوژی، ساختارهای بالای ممبرانگی و در زیر اومده ساختارهای زیر ممبرانگی. ساختارهای زیر ممبرانگی. ساختارهای زیر ممبرانگی ده اصلا سیتوسکلت داخل میشه. چی؟ سیتوسکلت. یعنی بالای ممبرانگی را دیقتی، بالای ممبرانگی ده گلیکوکالیکس، زیر ممبرانگی ده چی؟ سیتوسکلت. این سیتوسکلت اصلا ارگانویده. بعد خود هیستوپلازما، ترکیب هیستوپلازما چی دارد؟ یکم قسمتش این گیالوپلازما، گیالوپلازما. دویم قسمتش یکم گیالوپلازما، دویم ارگانویدها و سیوم قسمت آمیزه ها. یعنی بعد ترکیبات های هیستوپلازما چی؟ گیالوپلازما، ارگانوید های آمیزه ها. بعد یادرو باشد، ترکیب یادرو در چی دارد؟ ممبرانه یادرو یا جلد یادرو میگن کاریولما. و دویم قسمت مایع داخل یادرو، کاریولما. بعد کاریوپلازما مایعش میشه کاریوپلازما.
سیوم ترکیبش چی دارد؟ خروماتین. خروماتین همین خروموسوم. خروماتین یعنی چی میگه؟ خروموسوم. خروماتین یا خروموسوم. خروموسوم. بعد چهارم یادروچه. الکی رفتی موضوع ما معلوم شد که ما هر یک این قسمت هایی که در دستگاه تصویر دادیم همه اینها رو با پورگی از یک لحاظ دیده میبریم. حالا ما شروع میکنیم با آموزش چی؟ ممبرانه بیولوژی. حالا ما دیده میبریم ممبرانه بیولوژی رو. اساسی پلازمولیم رو ممبرانه بیولوژی تشکیل میکنه و ترکیب ممبرانه بیولوژی رو اگر شما نظر کنید دارد چنین ساختار. و این ساختاری که شما حالا میبینید این چی میباشد؟ این گلیسرین میباشد. گلیسرین این سپیرتی 3 اتم است. گلیسرین و ساختاری که باز میبینید این ساختار این کیسلات اولیه چربی است. کیسلات اولیه چربی. کیسلات اولیه چربی. کیسلات اولیه چربی و این ساختارهایی که میبینید این ساختارها گلیسرین و اینش باشه این هر دو این قسمت چی؟ کیسلات اولیه چربی. کیسلات اولیه چربی. وقتی که گلیسرین با کیسلات اولیه چربی پیوست شود، اگر گلیسرین با کیسلات اولیه چربی پیوست شود، حاصل میکنه چی رو؟ چرب رو. و در اینجا اگر شما دقت داده باشید دو قبه چرب قرار دارد. اینش گفتیم چی بود؟ گلیسرین. بعد در بسیار جا میگن ممبرانه بیولوژی از قبط بی مولکولوی لیپید. بی گفتگی دو، یعنی یک مولکول لیپید گلیسرین کیسلات اولیه چربی یک جا شد چرب و لیپید باز این یک قبط بی مولکولوی لیپید میگن قبط بی مولکولوی لیپید یعنی چی؟ چرب. از دو قبط چی؟ چرب ساخته شده است. اگر ترکیب آن را نظر کنید از چی؟ از دو قبط چرب ساخته شده است. یعنی ترکیب یافته است. و در سطح این چی جایگیر شده است؟ جایگیر شده است و این سفیده است. این سفیده است. سفیده که سفیده اینتگرالی. یعنی سفیده که بینی سفیده اینتگرالی میگن و در سفیده اینتگرالی و این سوراخی که شما میبینید، این سوراخی که میبینید در بیان این چی است؟ کانال قرار دارد. یعنی از حساب سفیده های اینتگرالی چی اسم میشه؟ کانال. و توسط این کانال ها انتقال ماده ها به عمل میاد، یعنی داخلشه و خارجه ماده ها به حجره و این چنین جایگیر شده است در اینجا سفیده های نیم اینتگرالی.
در اینجا جایگذاری از سفیده های نیم اینتگرالی. یک قسمی اون بر داخل ممبران وارد شد، قسم دیگر بیرون از آن و در همین سفیده های نیم اینتگرالی یک ساختاری مخصوص با نام چی؟ گلیکوکالیکس میگیم قرار دارد. این سفیده نیم اینتگرالی و در سطح آن جایگیر شده است چی؟ گلیکوکالیکس. و همین گلیکوکالیکس وظیفه چی رو اجرا میکنه؟ گلیکوکالیکس وظیفه چی رو؟ رسپتوری رو. رسپتوری. گلیکوکالیکس وظیفه رسپتوری و خلاصه سفیدهای نیم اینتگرالی وظیفه رسپتوری اجرا میکنن، زیرا که در آنجا چی جایگذاری؟ گلیکوکالیکس. اصلا سفیدهای نیم اینتگرالی نه، بلکه همین گلیکوکالیکس هم وظیفه چی رو اجرا میکنن؟ وظیفه رسپتوری رو. و سفیدهای نیم اینتگرالی باشد وظیفهشون چی؟ آنها کانال وصل کرده، یعنی وظیفه انتقال ماده ها را چی میکنن؟ عملی میگردونن. و اینچنین در اینجا سفیده های چی جایگذاری شده؟ با سفیده های سطحی. سطحی یا چی میگن؟ سفیده سطحی یا سفیده های پریفریکی. سطحی یا پریفریکی که اساسا به اونها چی حاصل میشود؟ فرمنت. نه؟ وظیفه سفیده وظیفه فرمنتاتیوی رو اجرا میکنند. اصلا در حجره، در سیتوپلازم حجره قطار فرمنت های جایگیرن که روندهای مبادله ماده رو در داخل سیتوپلازم تامین میکنن. همین فرمنت هایی که در داخل سیتوپلازم جایگیرن محض حساب چی هست میشه؟ حساب سفیده های سطحی. وظیفه چی رو؟ فرمنتاتیوی رو. وظیفه چی؟ فرمنتاتیوی رو اجرا میکنن. وظیفه فرمنتاتیوی رو اجرا میکنن و ما در اینجا گپ زدیم که ساختارهای بالای ممبرانوی، این ساختاری که شما میبینید این ممبرانه بیولوژی است. ممبرانه بیولوژی از گلیسرین کسوت اولی چربی، یعنی از چرب و سفیده، از چرب و سفیده، چرب یعنی روغن، چرب و سفیده اینتگرالی، نیم اینتگرالی، سفیده سطحی از اینها ساخته شده است، یعنی ترکیب یافته است. و در سطح بالای آن چی؟ در ساختار بالای ممبرانوی همین گلیکوکالیکس داخل میشن. چی؟ گلیکوکالیکس ساختاری بالای ممبرانوی گفتیم. بالای ممبرانوی ساختاری بالای ممبرانوی در چی داخل میشد گفتیم؟ گلیکوکالیکس کی وظیفه چی رو اجرا میکنه؟ گلیکوکالیکس وظیفه رسپتوری. گلیکوکالیکس داخل میشود که وظیفه چی رو اجرا میکنه؟ رسپتوری. وظیفه رسپتوری اجرا میکنه. بعد این اگر ممبرانه اساس ممبرانه بیولوژی بود، این چی؟ ساختاری بالای ممبرانوی و اینچنین با جایگیر شده در اینجا ساختاری زیری ممبرانوی. ساختار زیری ممبرانوی بالای ممبرانوی و زیری ممبرانوی بالای ممبرانوی. انا در ساختار زیری ممبرانوی باشه داخل میشه چی؟ داخل میشه سیتوسکلت این ارگانوید است. سیتوسکلت چی است؟ ارگانوید. و کدام وظیفه را اجرا میکنند؟ یکم وظیفه اجرا میکردگی ارگانوید این سیتوسکلت، این وظیفه تکیه‌گاهی است. سکلت سیتو حجره، سکلت این تکیه‌گاهی حجره. دویم وظیفهش انتقال ارگانوید، یعنی حرکت ارگانوید ها رو تامین میکند که وقتی که ما سیتوسکلت رو ساختارش رو میگذاریم باز درباره معلومات بدیم. یعنی حرکت رو تامین میکنه.
وظیفه چی رو اجرا میکنن؟ وظیفه حرکتی رو اجرا میکنن. دیگر قسمت موضوع ما این چی؟ انتقال ماده ها به حجره. چی گونه ماده ها به حجره داخل میشن و چی گونه ماده ها از حجره چی خارج میشن. انتقال ماده ها، انتقالی ماده ها، یعنی ماده ها با دو راه انتقال می‌یابند به حجره. ما داریم فعال، برای فعال نقل میگن، نقل، انتقال نقلی فعال و نقلی نافعال. نقلی فعال و نقلی نافعال دو راه بوده است. فعال، نافعال. نقلی فعال چیست؟ نقلی فعال یکم این نقلی که با صرف انرژی، هنگامی که ماده از یک جا به جای دیگر حرکت میکنند، اگر در رفتی حرکت کردن که به این حجره اگر ماده ها وارد میشوند یا خارج میشوند، اگر در رفتی داخل شوی یا خارج شوی ماده ها انرژی صرف کرده شود، اینا چی میگن؟ فعال. یکم چی؟ با صرفی انرژی کیو؟ با صرف انرژی یکم، با صرف انرژی دوم مقابل گرادینت. مقابل گرادینت چی معنی دارد؟ مقابل گرادینت از کم به زیاد. وقتی که از جای کم به جای زیاد اگر حرکت کند، از جای کم به جای زیاد حرکت کند، این هنگام چی میگن؟ مقابل گرادینت. مقابل گرادینت یک مثال میاریم اینجا. در داخل حجره مقدار آنهای کلی 50 مرتبه، یعنی در داخل حجره مقدار آنهای کلی 50 مرتبه زیادتر از نسبت به بیرون حجره. یعنی در بیرون حجره یک تا کلی. اگر در بیرون یک تا باشد در داخل 50، اگر در داخل 10 تا باشد، در بیرون 10 تا باشد، در داخل چند تا؟ 500 تا. مراتب گفتیم 50 مرتبه، 50 دانه، 50 مرتبه. در بیرون اگر 2 تا باشد، در داخل چند تا؟ 100 تا. خلاصه وقتی که از روی قاعده اگر کانال رو ما کشویم، اگر همین کانال کشوده شد، هر آینه از بسیار به جای کم حرکت میکنند بودا، همیشه از بسیار به کم. اگر از بسیار به کم رود، این رو میگن از روی گرادینت. در حقیقت از بسیار به کم بود، از روی گرادینت از بسیار به کم. این هنگام انرژی صرف کرده نمیشود. وقتی که مقابل میشود، از کم، ببین، از کم به زیاد، از جای کم و جای زیاد اگر وارد شود، از جای کم و جای زیاد وارد شود، این هنگام با صرف انرژی مقابل گرادینت، با صرف انرژی توسط چی؟ توسط نساج میگن. نساج یعنی نساج این همین ممبران، این همین صفحه اینتگرالی بود. اگر هنگامی انتقال ماده ها اگر انرژی صرف کند، اگر همچون نساج فعالیت میکند، اگر انرژی صرف نکند، اگر این هنگام همچون کانال خدمت میکند. نقل نافعال رو ببین. نقل نافعال با صرف انرژی بود که نافعال هم خودش که نافعال، پسیو، یعنی به صرف انرژی. این چی؟ به صرف انرژی، یعنی انرژی صرف کرده نمیشود. چی میگیم؟ مقابل گرادینت نه، بلکه از روی گرادینت. از روی گرادینت. از روی گرادینت یعنی از بسیار به کم، از زیاد به کم. از زیاد به کم مثال بیریم اگر ایده 50 تا کلی بود، اگر بیرده 1 تا کلی، یعنی از طرف 50 به طرف چی؟ 1 حرکت کنه. این هنگام به صرف انرژی، از روی گرادینت به صرف انرژی توسط چی؟ توسط کانال میگن. کانال هم وقتی ببینید در کانال، دریا عریق کانال در آب حرکت میکنه، انرژی صرف کردن نمیشه. وقتی که نساج میمونه برای یگان چی کردن، آب رو به یگان جا اگر انتقال دادن، این هنگام حتمی نساج با صرف انرژی تا اگر در تو
پیوست نکنید نساج چی نمیکنه کار نمیکنه یعنی توسط چی توسط کانال مثال با مثال با نقل فعال چی با نقل فعال داخل شدن میتواند ما داریم اندوسیتوز و اگزوسیتوز اندوسیتوز ببینید اندوسیتوز یعنی داخل شدن ماده ها اندو داخل سیتا حجره داخل شدن ماده ها با حجره میشوند اگر مایع وارد شود به حجره میگویم پینوسیتوز اگر ماده های غذایی در شکل مایع وارد شود میگویم پینوسیتوز اگر در شکل دانچه های سخت گرانول اگر وارد شود میگن چی پینوسیتوز و فاگوسیتوز فاگو فرو بردن فاگوسیتوز معنای فاگو فرو بردن ما یکون جسم سخت رو فرو میبرن حجره هم جسم سخت رو فرو میبرن جسم مایع باشد پینو نوشیدن جسم مایع رو همچون در شکل نوشیدن وارد حجره میگردن جسم سخت باشد در شکل فاگوسیتوز وارد حجره میگردن و باز داریم اندوسیتوز اینچونین اگزوسیتوز وقتی که ماده ها رو مقابل گرادیент چی میکند بیرون میکند اگر این هنگام چی میگیم اگزوسیتوز و توسط کانال باشد مثالش میتونه چی باشه دیفوزیا دیفوزیا دو نمود میشه دیفوزیا میشه عادی دیفوزیا عادی و دیفوزیا چی سبک دیفوزیا عادی و دیفوزیا سبک و دوم اینچنین چی اسموس یعنی حرکت آب ببینید اگر هنگام نقل نافعال در کجایی که آب زیاد باشد از جای آب زیاد به جای آب کم حرکت میکنند از جای آب زیاد به جای آب کم حرکت میکنند این را چی میگن اسموس حرکتی مایع از جای آب در کجایی که اگر زیاد باشه به جای کم حرکت کرد این هنگام انرژی چی نمیکنند انرژی صرف نمیکنند این بود انتقال ماده ها با چی با حجره پلازمولیما کدام وظیفه را اجرا میکنند پلازمولیما یکم وظیفه‌اش این وظیفه جدا کننده یک حجره را از حجره دیگر جدا میکنه این بریری دوم وظیفه این وظیفه محافظتی نمیگذارد که یگان جسم بیگانه به حجره وارد شود سوم وظیفه این انتقالی یعنی داخل و خارج ماده ها را به حجره تامین میکند چهارم وظیفه رسپتوری پنجم وظیفه در سطح آن سفیده های پریفری جایگیر است که حساب آنها چی حاصل میشود فرمنت حاصل میشود و وظیفه فرمنتاتیوی و ششم وظیفه این در ساختار زیر ممبرانوی سیتوسکله جایگیر است که به حجره چی میدهد شکل میدهد شکل حجره را تامین میکنند و قسمت دیگر حجره ما گفتیم جیل ساپلازما یادرو علاقه ما با جیل دنیم پلازمولیما رو به اتمام رسوندیم و ما دیدم میبریم چی رو سیتوپلازما معنای سیتو چی سیتو حجره پلازما چی قسمت مایع حجره قسمت مایع حجره چی میگن سیتوپلازما که از سه کامپوننت سه ترکیبات عبارت است یکم گیالوپلازما ارگانوید ها و آمیزه ها ببینید گیالوپلازما در نوبت خود از دو قسمت عبارت است دارد سیتوزول و سیتوگل سیتوزولش اصلا در شکل مایع قرار دارد مایع یعنی ترکیب حجره شکل چی مایع تونوک و سیتوگلش باشد مایع غفص چسبک رنگ گل مایع غفصی چسبک مایع غفصی چسبک و بعد این چنین ما داریم چی آمیزه ها اصلا این ساختارهای مخصوص که در دوام فعالیت حیاتی حجره چی میشن پیدا میشن در دوام فعالیت حیاتی حجره پیدا میشن این میشه آمیزه های مثلا آمیزه های غذایی و آمیزه های غذایی چی مثالش میتونه مثلا در نسج زیر پوست در سوم قبض پوست نسج زیر پوست در حجره ادیپوسیت چرب ذخیره میشد این چرب ذخیره میشد این یعنی غذایی چی میتونه شده
یعنی ذخیره چرب چرب یا اینکه در حجره های جگر گپاتاسی در گپاتاسی چی ذخیره میشه گلیکوگن گلیکوگن یعنی آمیزه های غذایی چرب گلیکوگن این در دوام فعالیت حیاتی حجره اینها چی میشن پیدا میشن بعد آمیزه های غذایی با آمیزه های داریم پیگمنتی باشه چی مثال شده میتوانند مثلا گموگلوبین یا کی ملانین گموگلوبین در داخل اریتروسیت ها حاصل می شود ملانین باشد در حجره های پوست حاصل می شود ملانین بعد داریم سکرتوری این ماده های فعال بیولوژی می باشند چی ماده های فعال بیولوژی که در حجره قرار دارد اینها با آمیزه های چی سکرتوری و با آمیزه های اکسکرتوری چی داخل میشه مچوینه یعنی درده پیشو این ساختارهایی که نامبر کردیم این آمیزه ها می باشند و قسمت اساسی ما علاقه این چی می باشد ارگانوید ها ساختار مخصوصی حجره ساختارهای مخصوصی حجره که در حجره وظیفه های معین را چی میکنن اجرا میکنن هر یک ارگانوید وظیفه معین خود را اجرا میکنن و ارگانوید ها را از دو جهت تقسیم میکنن از روی ممبرانشون ارگانوید ها را تقسیم میکنن از روی چی از روی ممبرانه و از روی چی تاینات ببینید که از روی ممبرانه میشود که ارگانوید که ممبرانه ندارد یعنی بی ممبرانه و میشود که ممبرانه دارد ببین ارگانوید بی ممبرانه و ارگانوید ممبرانه دار ارگانوید ممبرانه دار در نهایت خودش میشود یک ممبرانه و دو ممبرانه هست ارگانوید که ممبرانه ندارد هست ارگانوید که ممبرانه دارد ممبرانه دارش میشود یک ممبرانه دار و دو ممبرانه دار ببینید با ارگانوید دو ممبرانه دار داخل میشود یادرو میتوکندریا و پلاستیده ها خیلی سه نمود میشن خروموپلاست لیکوپلاست خلوروپلاست یعنی پلاستیده ها ارگانویدهای چی؟ ارگانویدهای دو ممبرانه‌دار میباشند و همین ارگانویدهای دو ممبرانه‌دار دقت کنید که کدین شخصی دارن در ترکیبشون کدین شخصی دارن ارگانویدهای نیم اتوماتیکی میگن یعنی قابلیت دارن که خودشون رو حاصل کنن همین سه ارگانوید بعد دیگر ارگانویدهای ممبرانه‌دار چی آپارات گولجی دوم توری اندوپلازماتیکی پلازماوی اوکی توری اندوپلازماوی بعد لیزاسوما واکولا پروکسیسوما اولیوسوما و اینچنین گلیوکسیسوما گلیوکسامین ارگانویدهای یک ممبرانه دار میباشند و ارگانویدهای بی ممبرانه یکم ریبوسوما دوم یادروچه سیتوسکلت قمچینک میجگونک و پدمویک ببینید یک نمبر کردم این ارگانویدهای چی هستن؟ بی ممبرانه ممبرانه ندارن اینش یک ممبرانه اینش چی؟ دو ممبرانه بعد از روی تایناتش مخصوص یعنی ارگانویدهایی که در مخصوص حجره ها دیده میشه یعنی در همه حجره ها دیده نمیشه و عمومی باشه در همه حجره ها دیده میشه تایناتش مخصوص کدام ها میشه اصلا قمچینک مثلا در نطفه تنها دیده میشه در نطفه
میجگونک و پدمویک. ببینید قمچینک، میجگونک، پدمویک ارگانویدهای تعییناتشون مخصوص اینه. قمچینک، میجگونک، پدمویک. ببینید که قمچینک قمچینک، میجگونک، پدمویک. قمچینک، میجگونک، پدمویک ارگانویدهای تعییناتشون مخصوص و باقی مانده ارگانویدهای تعییناتشون چی بشن؟ ارگانویدهای تعییناتشون عمومی میباشند. عمومی میباشند که ما ارگانویدها رو هر یک کدام این رو در الهیدگی باز دیده میبریم. سیتوپلازم این اصلا علاقمند کردن تمام قسمت‌های داخلی حجره و قسمت سومین حجره این چی میباشد؟ یادرو میباشد. یادرو از کدام قسمت‌های عبارت است؟ کاریولما، کاریوپلازما، خروماتین، یادروچه. کاریولما، کاریو یا کاریون چی میشود؟ یادرو و لیما باشن چی میشود؟ پرده. یعنی پرده یادرو رو چی میگن؟ کاریولما که این از چی؟ از دو قبات ممبرانا عبارت هستند. یعنی دو قبات ممبرانا دارد. ما میگیم یادرو ارگانوی دو ممبرانا دارد. این دو قبات ممبرانا دارد. کاریولما اصلا وظیفه‌اش چیکار میکنه کاریولما؟ کاریوپلازما رو، شیره یادرو رو از شیره سیتوپلازما چی میکنن؟ جدا میکنن. مایع ترکیب سیتوپلازما رو از مایع ترکیب یادرو چی میکنن؟ جدا میکنن. همین کاریولما. کاریوپلازما معنی کاریو چی؟ یادرو. یادرو، پلازما چی؟ مایع. ما گفتیم که مایع ترکیبی کاریوپلازما مایع ترکیبی یعنی یادرو رو از ترکیبی حجره چی رو میکنند؟ کاریولما. فهمو؟ در کاریوپلازما یادروچه، خروماتین و دیگر نوکلیوتیدها، دیگر ترکیبات داخلی یادرو چی جایگیر شده است. و در اینجا اومدیم با چی؟ با یادروچه. یادروچه ساختار مستقلی ترکیبی یادرو نیست. یعنی ساختار مستقل ترکیب یادرو گفته‌اش که خودش به واسطه در ترکیب یادرو قرار ندارد. یادروچه در یکی از قسمت‌های خروماتین جایگیر شده است. در همون قسمت خروماتین که در اونجا گنی حاصل کننده کایرین ریبوسوموی جایگیر است. یعنی یادروچه در همون منطقه خروماتین حاصل می شود که در این منطقه گنی حاصل کننده چی جایگیر شده است؟ گنی حاصل کننده کایرین ریبوسوموی. فهمو؟ وقتی که حجره در وقت تقسیم شوی با تقسیم شوی شروع میکنند، در وقت تقسیم شوی یادروچه چی میشود؟ نصف میشود. در موضوع میتاز باید را شما دیدن میبارد که چی برای چی نصف میشود. بعد خروماتین ما اومدیم با چی؟ با خروماتین این چی میگیم؟ خروموسوم. خروماتین یا خروموسوم ترکیب شیمیاییش را اگر نظر کنید از کدام ماده شیمیایی ساخته شده است؟ از کادئین کیسلات دیزوکسیریبونوکلینات و سفیده گیستونی پروتئین. از سفیده گیستونی. کادئین و سفیده گیستونی یکجا میشه چی رسم میکنند؟ خروماتین رسم میکنند. با عبارت دیگر خروماتین یا خروموسوم. با عبارت دیگر اینو چی میگن؟ نوکلئوپروتئید. نوکلئوپروتئید. ببینید خروماتین در دو شکل میخورد. خروماتین در شکل ایوخروماتین و در شکل گتروخروماتین. ببینید که ایوخروماتینش چی است؟ از نگاه ایوخروماتین از نگاه بیولوژی این چی است؟ فعال. گتروخروماتین چی است؟ نافعال. یعنی فعال نافعال چه معنی داره؟ ببینید که وظیفه خروماتین که خروموسوم این وظیفهش نگاه داشتن و دادن اخبار در وقت ترانسکریپسیون میشه. وقتی که از مولکولای کادئین اخبار ارسال رو کردن، اخبار روی نویس میکنن، این جریان میگن ترانسکریپسیون. در وقت ایوخروماتین بدن خروموسوم وقتی ایوخروماتین باشد از او اخبار گرفتن ممکن. در این حالت در کدام شکل است؟ رشته شکل.
رشته شکل است. وقتی که گتروخروماتین شد الکی چی پیچ توپ خورده و در این مورد در حالت گتروخروماتین فعال نیست. سوال شود که در زیر میکروسکوپ روشنایی کدام آن را ما دیده میتونیم کدامش رو دیده نمیتونیم. گتروخروماتین اصلا پیچ توپ خورده از غفش جسمی رو دیده میتونیم اما ایوخروماتین رو دیده نمیتونیم و ایوخروماتین میتواند که ترانسکریپسیون یعنی در جریان دادن اخبار ارثی چکنه اشتراک کنه. بعد یک بار ساخت خروموسوم رو ببینید. خروموسوم چیست؟ خروموسوم ساختار مستقل یادرو. یادروچه ساختار مستقل یادرو نیست که با چی وابسته است؟ به خروماتین. اما خروموسوم یا خروماتین ساختار مستقل یادرو میباشد. ساختار مستقل یادرو که از چی؟ ساختار مستقل یادرو که از دو شو سنترومر و دو تا خروماتید عبارت است. ببینید انا این یک تا خروماتید و اینش چی؟ دو تا خروماتید. این چیزی که ما میبینیم چی است؟ خروماتید و خیلیش نایستیم اگر اشاره کنیم خروماتید. اینه یک تا خروماتید، اینه دو تا خروماتید و این چیزایی که ما میبینیم اینه کتف است. اینه کتف پایین، اینه چی؟ کتفی بالا. ببینید یک تا کتف دو تا کتف. اینه یک کتف دو کتف و اینه یک تا خروماتید دو تا خروماتید و ببینید اینه یک تا این قسمت رو اینه یک تا اینه باز اینه دو تا سه تا چهار تا. الان قسمت هایی که ما میبینیم رو میگن چی؟ تلومر و در این مرکزش چی جای گوشه است؟ سنترومر. یعنی این بود چی؟ ساخت مورفولوژی خروموسوم. یعنی چیز خروموسوم ساختار مستقل یادرو بوده که از چی؟ از کتفا اینه کتفا سنترومر و دو تا خروماتید عبارت است. چی مینومن؟ خروموسوم مینومن. وابسته به جایگیری سنترومر خروموسوم ها رو با سه گروه جدا میکنن، تصنیف میکنن. یکم خروموسومایی وابسته به جایگیری چی؟ سنترومر جدا میکنن. اینجا اگر چکنیم میشود وابسته به جایگیری سنترومر برابر دوش یا برابر کتف میگیم. چقدر است برابر دوشش؟ اینه میره کتفای خروموسوم ببینید برابر هستن یا اینکه اینا ببین اینه کتف در این کتف چی است؟ برابر است. را چی میگن؟ برابر دوش و دیگرش برابر دوش یا میگن متاسنتریکی. ایشه چی؟ برابر دوش یا برابر کتف هم میگن. برابر دوش یا برابر کتف. ببینید نکن یک کتف کلان یک کتف شمایده یا اینکه طرف تصویر میتونه که چون تصویر دیم. ببینید کتف پایان کلان کتف بالا چی؟ خورد. بعد میشود دیگرش چی؟ برابرش میشه سوب متاسنتریکی. معنی سوب متاسنتریکی برابر باشه از سوب نزدیک به برابر است، نزدیک به برابر است و میشد برابرش نوباره چوبچه شکل میشد اکروسنتریکی. نمیخواه فهمو؟ این اشیاء اکروسنتریکی و اصلا خروموسوم را باز یک تصنیف دیگر دارد. تصنیف خروموسوم از روی وظیفه جدا میکنند. تصنیف خروموسوم از روی وظیفه. خروموسوم را به دو گروه جدا میکنند. با خروموسوم autosomy و خروموسوم جنسی. خروموسوم autosomy و خروموسوم چی؟ جنسی. ببینید که
خروموسوم اتوسومی و خروموسوم جنسی. تصنیف خروموسوم از روی وظیفه میشه خروموسوم اتوسومی و خروموسوم جنسی. و در اینجا حالا تصویر افتاده است کاریوتیپ. کاریوتیپ این دسته خروموسوم حجره‌های جسمی رو، حجره‌های جسمی یعنی دیپلوید بود که جنسی و جنسی. دسته خروموسوم حجره جسمی رو چی میگن؟ کاریوتیپ ببینید. و هنگامی که ما کاریوتیپ رو نظر میکنیم در اینجا ما میبینیم خروموسوم اتوسومی و جنسی. فهمو؟ دیل خو حجره بدن ما رو اگر نظر کنیم، شما دیل خو حجره بدن ما اگر در اون یادرو باشد بجز حجره جنسی در همه اونها چنین دسته خروموسوم را شما دیده میتونید دیپلوید. وقتی که شما نظر میکنید آخران جفت خروموسوم را در دیل خو نموده آخران جفت خروموسوم همینجا آخران جفت در آدم 23 است تا 23 ببینید اینه 22 انا قدر خروموسومی که ما میبینیم خروموسوم اتوسومی است. خروموسوم اتوسومی و جفت آخران رو باشد جفت آخران رو اینم جفت آخران که ما میبینیم خروموسوم چی میگیم؟ جنسی. و خروموسوم های اتوسومی در زن و مرد فرق ندارد. مثلا در مرد 22 جفت خروموسوم X در زن هم 22 جفت خروموسوم X است. اما جفت آخران در زن یعنی 23 جفت اگر در زن نگاه کنید چی است؟ XX و در مرد باشد چی است؟ XY. یعنی سبب آخران جفت رو خروموسوم جنسی گفتن این معنای آن رو برای چی جفت آخران خروموسوم رو برای چی جفت آخران خروموسوم را خروموسوم جنسی میگن؟ زیرا که توسط این جفت چی رو معین میکنن؟ جنس رو معین میکنن. یعنی پسر یا دختر بودن فرد رو حساب چی معین میکنن؟ از حساب همین جفت آخران. اما در بعضی حالات میشود که مثلا در آدم آخران جفت XY مرد در زن باشد XX این زن زن XX زن XY مرد. اما در پرنده ها برعکس XX این مرد XY چی است؟ این زن می باشد. تشکر بر دقتتون.